سازمان ساختمان روستایی کل کشور هست که در تمام دهه‌های روستایی کشور مستقره. اینا رو مبارزاتی سعی کردیم. بعدش ما درسته که محصول داشتیم که سمجون شد. همه بزرگواری که قبلا اومدن به ما افتخار دادن و همیشه ما رو همراهی کردن. خیلی خوشحالیم که دوباره در خدمتتون هستیم. شرکت الروزنده طبرستان شرکت دانش بنیانی که از سال 87 مشغول به فعالیت 3 محصول دانش بنیان داره، 80 پرسنل مشاوره داره و نزدیک 100 پرسنل در کل داره. ما توی این سالها 3 محصولی که آماده کردیم، یکیش مربوط به سامانه حواس کشور بوده که در ظاهره کرمانشاه مورد استفاده قرار گرفته، در سیل سال 98 مورد استفاده قرار گرفته و تقریبا همین حواس کشور امروز توسط این سازمان مدیریت و راهبری میشه. وقتی در استفاده 96 سازمان یونسکو هم برای اینکه خدمات و طرحهایی که داره تو ایران استفاده کنه و مردم خدمات بده از اطلاعات این سازمان استفاده و سازمان بعدی هم سازمان ساختمان روستایی کل کشور بوده که برای خدمات فنی صدور پروانه‌ها، تغییر کاربری‌ها و اصلاح محدود تمام خدمات در روستایی مورد استفاده قرار گرفت و تقریبا 2 میلیون متقاضی تا حالا ازش خدمت گرفتن و آخرین محصول دانش بنیان ما هم سامانه بوده در حوزه بهسازی مسکن و مقاوم‌سازی مسکن که از سال 84 قبل از اینکه شرکت تأسیس بشه در ارتباط با تسهیلات مسکن روستایی طرحی که تا 1410 در کشور در واقع ادامه پیدا میکنه تا به روز 2.5 میلیون متقاضی خدمات گرفتن، سالانه 200,000 متقاضی روستایی تسهیلات مسکن دریافت کنند تا خونه‌هاشون رو مقاوم‌سازی کنند که در مقابل حوادث مشکل وجود نشه. شرکت ما تو حوزه فن و اطلاعات در حوزه تولید نرم افزار تحت بر، اپلیکیشن موبایل، هوش مصنوعی، دیجیتال مارکتینگ امروز مشغول فعالیته. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همه عزیزان حاضر در جلسه، به ویژه جوانای خوشفکر و خلاق مجموعه دانش بنیان و از اینکه امروز این فرصت فراهم شد که خدمت شما برسیم خوشحالیم و خدا رو شاکریم. دوستان تو اینجا و در جای کشور نشون دادن که این جمله انگلیسی که زیر برندتون نوشتید که نشد نداریم، نشد فقط تو خلاصه ذهن‌هاست و رو زمین برای جوان ایرانی چیزی نشد نداره و ظرفیت‌های ما بسیار بسیار بیش از آن چیزی است که خودمون تصور می‌کنیم. من بارها عرض کردم که جوانان ما نه تنها از کشور غربی به کشورهایی که ما اسمشون می‌ذاریم پیشرفته کمتر نیستن، بلکه چند سر گردن بالاتر هستن. من چون 4-5 سال خارج از کشور بودم، تحصیل کردم، دیدم تو هر شرکت موفق برتر دنیا و دنیای آیتی که شما کار می‌کنید میرید نگاه می‌کنید به این تاپ‌هاشون بچه‌های ایرانی هستند، فارغ التحصیل همین دانشگاه‌ها. اینو میخوام از این جهت عرض بکنم که الحمدلله ما ظرفیت تو کشور زیاد داریم. اگر فرصت فراهم بشه ما میتونیم نه تنها مشکلات کشور خودمون رو مبتنی بر فناوری حل بکنیم، مثل این راهکارهایی که شما عمدتاً در حوزه روستا و حوادث و بحران فراهم کردید، بلکه میتونیم مشکلات دنیا رو حل کنیم. البته اشاره کردم مدیران محترم که پروژه‌هایی هم از شرکت‌های خارجی گرفتن و باب این حل مسئله کشورهای دیگر هم باز کردن. آقای استاندار اگر واقعا ظرفیت فراهم بشه، شرایط فراهم بشه، موانع برطرف بشه، ما میتونیم به اندازه نفت و بلکه بیشتر از نفت تو این حوزه خلق ارزش بکنیم، صادرات داشته باشیم. جوانای ما جوان هندی کمتر نیستن، از جوانای ویتنامی و هندی و کشورهای آسیای جنوبی شرقی که الان حتی خدمات معمولی رو هم تو دنیا دارن به خاطر پایین بودن دستمزد برون سپاری میکنن، آوتسورس میکنن به
کشورهای آسیای جنوبی شرقی. این فرصت برام فراهم و الحمدلله زیرساخت‌های ارتباطی هم روز به روز داره توسعه پیدا می‌کنه. ما انشاءالله به شکل ویژه استان مازندران رو دنبال می‌کنیم. میشه از این ظرفیت استفاده کرد که هم مشکل بیکاری رو حل کرد و هم ارزش افزوده بسیار زیادی برای کشور ایجاد کرد. خوشحالیم از اینکه به هر حال مجموعه‌های اینچنینی با نشاط و فعال و پویا هستند که چراغ فناوری اطلاعات کشور روشن نگه می‌دارن و نام و نشان شرکت‌های دانش بنیان رو روز به روز بالنده‌تر می‌کنن و در عرصه بین‌المللی هم حضور دارن. امیدوارم دفعه بعد باید اینجا بگید مثلا فلان سامانه چند تا کشور خارجی که داره استفاده میشه ما دیولپ کردیم، ما توسعه دادیم، اینقدر در حال چند الان گفتن چند ده هزار دلار، 120,000 دلار انشاءالله برسه به 120 میلیون دلار و انشاءالله به میلیارد برسه. این شدنیه. یعنی جمله‌ای که نوشتید واقعا همینه. ما خودمون رو گاهی اوقات دست کم میگیریم، انقدر توی ذهنمون کردن که ولی خب همین الان این توضیح ساختاریش نرم افزاریش توضیح سخت افزاریش رو تو سیداسیون عرض کردم. مثلا دارم عرض میکنم توضیح تجهیزات مخابراتی ما الان داریم صادر میکنیم. ما این خوشحالیه که محصول ایرانی انقدر کیفیت داره که داره صادر میشه. توضیح صنعت فضایی الحمدلله ما الان ماهواره خودمون میسازیم، اونم با استانداردهای فضایی که چند سر و گردن از استانداردهای نظامی هم بالاتره. داره کار میکنه، ماهوارم داره برای تصویر میفرسته، اطلاعات میفرسته. یا توضیح تجهیزات مانیتورینگ اتاق عمل ما الان به 90 کشور یا 80 خورده کشور داریم صادرات میکنیم. خب این نشون میده که ما میتونیم. اگر واقعا اراده بکنیم میتونیم انشالله با این فناوری‌های پیشرفته‌ای که جوانای این کشور توسعه میدن میتونیم زندگی رو برای مردم دنیا راحت کنیم، نه تنها کشور خودمون بلکه دنیا. برای همتون آرزوی سلامتی و توفیق دارم. خوشحال شدم از اینکه این فرصت فراهم شد که خدمت شما دوستان عزیز برسیم. عنوان یکی از شرکت‌های دانش بنیان و به حال پایکار استان مازندران و